یکی از مهمترین آموزه‌های قرآن کریم در عدالت اجتماعی رعایت انصاف در خرید و فروش است. خداوند متعال می‌فرماید: پیمانه و ترازو را با عدالت برپا دارید و حق مردم را نکاهید. و همچنان در آیه مبارکه دیگری نیز هشدار می‌دهد: وای بر کم فروشان، آنانی که وقتی برای خود می‌گیرند کامل می‌گیرند، اما هنگام دادن حق دیگران آن را کم می‌گذارند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نیز فرموده است: کسی که در معامله فریب دهد از ما نیست. این سخن نشان می‌دهد که کمفروشی و حرامخوری نه تنها حق مردم را ضایع می‌کند، بلکه روح ایمان را نیز می‌آزارد. بنابراین هر فروشنده و خریدار باید در معامله خود صادق باشد، وزن پیمانه را درست ادا کند و از هر گونه فریب و کمفروشی دوری نماید. عدالت در ترازو و صداقت در معامله روزی را پاک می‌سازد، برکت را در زندگی می‌آورد و اعتماد و محبت را در جامعه گسترش می‌دهد.